خوش آمدین هموطنان گل مهربان، سلامت باشین، زنده باشین. این شفتالو رو که شما میبینین، این شفتالو به نام شفتالوی قیسی است و اینا البته خود از یک دانه زی رفتیده که حتما شمال شده یا کودکا شاید انداخته باشه، ولی این شفتالوها تا جایی که ما دیدیم خوب بزرگ میشه، تو سرخ نرم و یگان دانه زرد هم میشه. آجی صاحب؟ بله آجی صاحب مزنات لذت‌دار شفتالو زحمت کشیدن، بسیار تشکر، سلامت باشین. این سخت میشه نوش جانش کنیم؟ بله خب یکی وقت دارم فعلا. دوستای گل مهربان، این هم از طرف ما به شما تقدیم و انشالله که نوش جان خود کردیم. در مورد شفتالوها بر ما بگین آجی صاحب که چند نوع شفتالو شما دارین و این من درست گفتم قیسی یا دیگه؟ بله ما 9 نوع شفتالو دیگه باغ داریم که متاسفانه خریدن شفتالو تیر شده، یک دو نوعش مانده در درخت دیگهش خلاص شده که به حساب 9 نوع شفتالو ما داریم. شفتالوی اول رس است، میگیم بسیار وقت جوزا پخته میشه. شفتالوی دوم رس است، شفتالوی ترکی سرخ بخملی ما میگیم، شفتالوی ترکی زرد مغز است، دیگه شلیل اول رس است، شلیل دوم رس است، شلیل بشقابی است، بنام قندک است. دیگه بنا اینوی شفتالوی که فعلا مشاهده میکنیم به حساب بنام قیسی است. و 9 نوع شفتالو ما در باغ خود داریم این درس. واقعا ای کاش میتونستیم که امروز درخت ها پر می بود و میتونستیم ببینیم، فکر کنیم که نمی درخت های شفتالوی شلیل است که دوستان شلیل میفهمند، ولی دیگه نمونده دیگه. خب این کدام درخت دیگهش مانده خیلی که بریم از شفتالوهای شلیل هم براتون نشان بدیم. این اینجا خوشبختانه هم تو تصویر جذاب براتون یافتیم از ببینیم که واقعا امی شفتالوی شلیل آجی صاحب ما یک چند سال است نو در بازارهای افغانستان می‌بینیم، سابق نداشته میره. عزیزای دل بیاین ببینین تصویر، اگر شما مشاهده کنین این شفتالوهای خانواده شلیل است که آجی صاحب گفتن خانواده شلیل هم چند نوع است و خاندان شلیل هم 3 نوع است. یک نوعش وقت پخته شده خلاص شده، این نوع با سبب دیگه شما می‌بینید که فعلا هم پخته نیست، هنوز وقت داره باید. درست. اینا هم باز مثل شفتالو هم تو نرم میشه یا هم تو سخت خورده میشه؟ بله نرم میشه، این مثل شفتالو نرم. بله. چون یک نوع خانواده شلیل که هم سخت است. سلامت باشین. از میریم قسمت های دیگه باغ با از میبینیم. دوست ما اینجا هستن، بیادر خوب هستین؟ چطور آمد تو؟ سلام علیکم. سلام خوب است. چی حال داری؟ همون تو آمد طرف ما باز پس رفتی دیگه. ما نخواستیم که نه خواهش میکنم. نام شما چی است؟ نام سخنیار است. سخنیار نازنین. شما اینجا در باغ چی میکنین؟ گفتگان تا مصروف چی کار هست شما؟ مصروف دنیا شد دیگه، مصروف این کار و بار است، این وقت او زدن است. شما هم در باغ کار میکنین؟ ما بسیار خوب. بچه‌ای صاحب هستین؟ ماشاءالله. شما هم خیلی خدمت میکنین به باغ؟ دمی باغ هستی همیشه؟ زنده باشین. خیلی پیش میریم قسمت های دیگه باغ با آجی صاحب یک جا خود دیدیم. از دل میریم میبینیم و بادام هم دارین آجی صاحب؟ بله بادام هم دارن و اینجا هم بعضی درخت های دیگه از میوه است. این درخت بادام است؟ بادام است اونجا داره. خب بکن یک چند تا سخنیار از بادام هلته. سخنیار نازنین ماشاءالله چقدر کلان است. بادامش کلان. عزیزای دل، ما در برنامه قبلی که اگر یاد شما آمده باشم که معرفی یک از باغچه های بادام براتون معرفی کردیم در ولسوالی کلکان، ولی این بادام یک چیز متفاوت است، یعنی قدر کلان ما دفعه اول است میبینیم. مطمئنم که مغزی هم خیلی سنیار عزیز سمی رو بگیرین که من میره به دوستان نشان بدم. این یک چیز واقعا متفاوت است. این خب عزیز صاحب، این بادام یک توضیحات بتین که چه رقم بادام است، چقدر بزرگ است؟ این است بنام وسال بادام ستاربایی میگن. خب نه ستاربایی است. 2008 میگن. یعنی به حساب قیمت‌ترین بادام‌های افغانستان هم است. این بسیار به حساب نسلش کم از افغانستان در یگان جای پیدا میشه. برنامه قبلی ما باغ که دیدیم بادام های ستاربایی بود، ولی این یک چیز بزرگتر است.
او یک چیز خردتر بوده. سلامت باشین. درخت بعدی هم درخت بعدی یا بساب نسل بساب چیز میگیمش آلوی گرینگیچ ما میگیمش. آلوی گرینگیچ. کسی به نام آلوی ژاپنی یادش میاد، کسی اصلا نامش به نام نسبا که ما راهنمایی میکردن درس میدن به نام گرینگیچ میگن. ها گرینگیچ خیلی رنگ مقبولان داره. رنگ سرخ است. بنفش و نسل بازی خوانوز چیز نو در رنگ زدن این بسیار سیاه میگرده. اقدار سیاه میگرده که تا آخر میزان مقاومت داره در درخت. اگر از درخت یعنی بازاریابیش میتونی بازاریابیش خوبش نباشه میتونی کارتن کنی نگهداری کنی تا چند وقت در اتاق در جای گبونی هم خود از دست نمیتر. اگر بازاریابیش خوبش به بازار از یکی خیلی خوب خیلی خوب. اینجا بعضی درخت‌های سیب داریم درست است؟ ببین که می سیب‌های سبز هم ببینیم. بعضی دوستای ما علاقمند سیب‌های سبز رنگ است که بعضی سیب‌ها است که سیب‌های ترمایی میگم تو بزرگ دوستای گلم و همون تو پر او. این از کدام نوع سیب است؟ یا سیب سفید میگن با نام سیب سفید بیروتی یاد میشه. خب سیب سفید زرد میگن در بازار. یک کمان که رنگش سفید زرد میگن. زرد و سفید. خیلی خوب خیلی خوب. نام سیب بیروتی سفید. خیلی خوب. میریم پیش ادامه معرفی این باغ زیبا که در ولسوالی شکردنی زیبا موقعیت داره. خب حاجی صاحب یک سوال میخواستم پرسان کنم. اگر وطندارای ما خوششان آمدین این باغ شما و خواستن مثل شما قسم درختای پرمیوه داشته باشن از سیب و انواع میوه ها، اولا شما رو چطور پیدا کنن و بعد از گفتگان تو چطور شما در اختیارشان و در خدمتشان خدماتتان مانده میتونید که اونا این خدمات رو دریافت کنن؟ ما خو یافتن ما خو با دست خود دادیم که مثلا ولایت کابل هستیم، ولسوالی شکردن هستیم، در قریه کوچکین هستیم. باز ما از این سیب ها از این نال ها هر نوعی که هر دوستای ما کار داشته باشه پیش ما هست. ما تنها باغداری نداریم، در ضمن باغداری ما در پاییز پیشتر رو مرز کردیم بلکه قوریه‌داری هم داریم. دوستان ما هر نوع سیبی که هر نوع میوه ضرورتش باشه ما در اختیارشون هستیم، ما میتونیم برشون برسونیم تا میشه. سوالی است. بله دوستان مهربان، حساب براتون عرض کرد اگر شما خواستین که تهیه کنین و در باغتان، در حولیتان و در ولایت زیبایتان ببرین بکارین، حتما مشوره های حاجی بگیرین و در پولی ازی حتما کمکتان میکنه. آدرسشان هم که مشخص است، بازار چشمه دوغ و فارم زراعتی محمد آقا امانزاده که یک آدرس بسیار واضح هست و اجزا میتونن بیاین. خب حاجی صاحب گفتین که آلوبالو گیلاس هم دارین. آلوبالو گیلاس در کجا موقعیت دارن؟ آلوبالو گیلاس خود اینا شد مقصد میگه خون تا مقصد میوه ندارن. میوه ندارن. بیادم بالا سر باغ میریم. خیلی خوب خیلی خوب. تشکر از دل، سلامت باشین، ممنون از اینکه بیننده هستین، خسته نشین و ما ادامه باغ میریم و شما تصویرهای ما رو دنبال کنین ببینیم که دیگه چه زیبایی ها را به شما از دل نشان دادن میتونیم.
دوستان مهربان، خوش آمدین. باز هم ما مطمئن هستم از دیدن از این تصویرها و از این باغ شما بسیار لذت میبرین و این سیب هم که شما تصویرش دیدین چند لحظه پیشتر براتون نشان دادیم، اینا سیب ترکیه است که آیسب قبلا گفتن و ما که پرسان کردیم گفتن اینا از نوع سیب های ترکی ما هستن که ماشاءالله تصویرهای بالا رو اگر بر دوستان نشان بدیم خیلی خیلی پر هست، همون تو زیبا و مزه‌دار و همچنان این درخت شما ببینید که چقدر همون تو ماشاءالله پر گرفته که نمیشه پایین بریم. براتون نشان میدادم قسمت تصویرها را و ماشاءالله نام خدا و از اینکه زحمت میکشن دیخوان عزیز ما خیلی سپاس. و اگر این باغم اینجا یک درخت دیگه است، این چند تا درخت هم براتون نشان بدم عزیزای دل واقعا تعجب خود کردین. این از وطن زیبای ما و آب و هوایش و میوه های بی‌نظیرش که در کل جهان پیدا کردن شما نمیتونین و تنها در منطقه زیبای افغانستان و نقطه جغرافی افغانستان شما این میوه های با کیفیت پیدا کردن میتونین که ببینین حاصل زحمت دهقانای ماست. و طبعا یک موضوع از دوستای گلم که اگر دهقانای ما آگاهیشان هر چقدر بلند میره و هر چقدر در مورد زراعت و تکنیکای جدید و همچنان آشنایی با انواع ماشینری ها پیدا میکنن، همونقدر مسئولیت بیشتر و بیشتر داره. آقای صاحب ما خب بسیار متعجب شدیم از دیدن از باغ. یعنی اگر براتون بگم که بعض وقت یگان خوابایی که انسان در زندگی میبینه همون تک باغی است که واقعا آدم میتونه در خواب و رویاها و روزهای خودش ببینه. این موضوع پیشتر گفتم که اگر ای کاش آگاهی تمام دهاقین من بلند بره تا اونا بتونن مثلا بر هر موضوع آمادگی داشته باشن. مثلا امسال زیاد دهاقین از ژاله و باران یا متضرر شدن. بله. شما چطور مثلا چی تدابیر میگیرین به خاطر ژاله و باران؟ اینو هر سال است. بله. با باران و ژاله دیگه خوب کار رب العالمین این است، آدم تدابیر گرفته میتونه خود کل کار بتونه. خب حداقل میتونه که مثلا میفهمه که این باران و ژاله خب برای حاصلاتش صدمه وارد میکنه. حداقل چی کار کنه که مو بعد خراب خو نشه؟ نرسه دیگه خو یک بلایی است که بلای آسمانی است. آدم میال اگر خدای نخواسته کدام ژاله میشنی ما کی دم از گرفته میتونیم. فعلا سیب خام است، از تو کدنش که ما ارتاب کنیم نی. حداقل مثلا باغ شما خب مثلا حفاظت شده، بعض باغا رو ببینی مثلا باغ سیب است یا درختای سیب است تمام گلهایش تکیده، دلیلش پرسان میکنی میگه بالا باران ژاله یا مثلا باد شمالی رو ریختان، ولی مثلا شکر از شما هم دو جور مونده. نه الحمدلله از ما باد شمالی جزو تاثیرات نداره، به خاطر اول که قسمتی که درخت تازه میشه و زنده میشه از مای فتر ما یک دوا پاشی در مای هود میکنیم به نام سلفر چونیات میشه که بگیم کلگی بوده بفهمه. بعد از اون باز که گل کرد 80% گلش ریخت، با قسمت 20% گل که در درخت بود بعد ما دوا پاشی میکنیم به خاطر کرم که میوه ما کریمی نبیه. بعد از اون که باز چقدر وقتی که تیر شد حشره زنده جان که پیدا میشه در درخت‌ها با معلومات برای انسان میشه که حشره پیدا در درخت مرض بعد هم دوا پاشی میکنیمش. چقدر خوب. در این وقت سال که مایعات میشه یا مای سرطان میشه یک مرض است که به نام مرض جولاگک میگیم او را. او جولاگک پیدا میشه باز قسمت برگ کلش میریزونه حتی میوه هم تو یک رقم ضعیف میسازه، میوه میمونه و برگ لوچ میشه. باز ما دو وقت دوا پاشی میکنیم شما امروز از درخت‌ها به نام جولاگک میگیم که دوا پاشی کنیم میشه درخت‌های ما سالم است ان شاء الله. این راز پیدا شد دیگه، یعنی می راز بود حاجی صاحب که ما میگفتیم و حاجی صاحب ما رو متعجب ساختن. دوستای گلم از این نو شفتالو هر کس کار داشت و دست ما پیش است، ما از این نو شفتالو میتونیم که نو نو شفتالو پیش ماست، هر جنس شفتالویی کار داشتن ما بر خدمتشون هستیم. این ما که قسم ایران شدیم دوستای عزیزم شما حتما زحمت بکشین اگر میخواین که نمون تو شفتالوهای مزه‌دار و به می سایز و از اینکه شاید بزرگترشون باشه و میخواین شما در باغ حولیتان در خانه هایتان داشته باشین حتما حاجی صاحب پیدا کنین. حاجی صاحب صدیقه نمبرشون ما در اختیارتان قرار میدیم، با ما با تماس شوین و ما براتون آدرس باغ و فارم و تمام موضوعات خود دادیم. بسیار تشکر حاجی صاحب، سلامت باشین، زنده باشین و خدا را هم هزاران بار شکر که ما را لایق از این باغ و دیدن از این باغ دید و امروز میوه هایشم که ما اگر بخوایم هر چقدر بخوایم نوش جان کردن میتونیم. بیاین که پیش بریم عزیزای دلم و یک از درختایی که شما میبینین بعض وقت
دیگان پوستر و دیگان فیلم ها اگر چی میگن گرافیکی جور شده باشه. بعضی درخت های است که مثلا 3D گرافیکی دیزاین میشه، ولی امروز من به شکل واقعی دوست عزیزم میبینم اجزای بی درخت چطور مثلا نسبت به دیگه درخت ها زود رسیده، سیبایشون سرخ شده، اما تو ماشاءالله چقدر پرسی. یا خیلی محترم هنوزم تقریبا 2 ماه دیگه وقت داره. 2 ماه دیگه وقت داره. وقت از این در که با حساب سیب بیروتی میگن، مالنگ میگن به حساب مالنگ بیروتی، مالنگ شسی. تقریبا تا 20 میزان تا 25 میزان ما در درخت میمونیم. بعد از 25 میزان بسیار رنگ جذاب و بسیار دانه خود کتنی باز ما تاش میکنیم، تودیش میکنیم در زمین یا با کارتونا فروش میکنیم، روانش میکنیم طرف مارکت یا طرف خارج هستی که بازاریابی داشتم روانش. واقعا یک چیز دیگه هم کلا بر من جالب تر شد ای که خب طبعا ما مثلا با خار دیده بودیم بعضی حقیقت های واقعی که انسان میبینه در جهان به قدرت های حقیقت پی میبره. حالا این قدری باغ زیبا است، پس بهشت که چقدر زیبا باشه که پروردگار یک نمونه و نشانشه. خداوند نصیب کل ما شما بگردانه و انشالله دیگه یک چیزی است که یک هم تو انسان هم تو احساسش هست یا بگویم هم تو دلش میخواد که هر چیز داشته باشه. دیگه پروردگار نصیب همه ما شما بگردانه. انشالله که خداوند شما رو در هر دو جهان سربلند داشته باشه. یک درخت دیگه رو ما میجا برای عزیزان نشان میتیم که مرا همین درخت هم چند بار گفتگان تا به خودش جلب توجه کرد و گفت بیا که مرا یک تصویر بگی. این همین درخت زیبا و نازنین و گفتگان تا قد بلند و جوان است و این بسیار هم تو ماشاءالله پر است و یک درخت شفتالو هم در پالویش است که در اینجا دیگه شما میبینین از این شفتالوهای از دوستای گلم که این در دست ما هست. از این شفتالو اونم مثلا شما میتونین که درختش ببینین و حتما کسایی که علاقه‌مند هستین شوق باغ و باغداری دارین که البته از خودم شروع و از خداوند میخوایم که بخیر مرا زود دیگه ثروتمند بسازه که اینمی باغ اول از حاجی صاحب بخریم و اگه باغ نشه خیر یک باغ دیگه یک زمین خود گرفتیم و زحمت‌ها و خدمت‌هاش برای حاجی صاحب تسلیم خود کردیم. این سیب هم مثل همون سیب است یا یک چیز متفاوت است؟ این یک متفاوت است. بسا پیشتر هم عرض کردم بازم که در پایین باغیم بسا به گالا گفتیم. این سیب که است هم همون خاندان است ولی بسا به رید گالایی رو میگن. رید گالا از دل رید گالا است که شما میبینید. اینجا هم که یک چیز دیگه متفاوت از دیگه درخت است که این درخت عزیز ما گفت یگان تا سیبک های جورایی است. مثلا هر قسمت شما ببینید 5 دانه اون قسمت از دوستای عزیزم، 5 دانه در اینجا است، چند دانه اینجا است، 5-6 دانه اینجا است، 3 دانه مثلا اینجا است. یعنی سیب مزرعه سیب یک دانه ای و جدا و انفرادی رو پیدا نمیکنه بلکه این جوره و این قسم در قسمت قرار گرفته که بازم مزرعه به خاطر عزیزا و جالب شد برای ما پیش خود رفتیم. اینی سیب خو یک چیز متفاوت است آجیسم نه یا اوجا بریم درسته. خوش آمدین دوستای گل مهربان. باغ رویایی آمدیم که ما امروز نخواد از اینجا برم. بسیار زیبا است و ماشاءالله این درخت هم شما ببینین دوستای گل که چقدر سیب از بزرگ است. این جنس محترم بساب بیروتی هیرا میگن، بیروتی سرخ هیرا میگن. خیلی خوب. یک نوع سیبای نو است که فعلا یک رقم بیروتی بود سابق بود در وطن ما که به نام بیروتی بور میگفتن. این که از به نام بیروتی است بسیار قوی میست، حتی قدر قوی میشه که اندازه بسیار قوی خود میکنه و بسیار رنگ جذاب است، بسیار پیدا میکنه. بله. و مزه چطور است؟ مزهش لذت بسیار اعلی است. خداوند نصیب کنه که از تک از این میوه ها ما استفاده کنیم و سیب های بیروتی و انواع مختلف سیب هایی که است. یک نوع سیبتون گفتین که ترکی است که در باغ پایین ما دیدیم. امیدوارم از تمام عزیز بایی ها لذت ببرین و دست کامرمن عزیز ما هم درد نکنه به خاطر از اینکه تصویرها را به شما نشان میده، زحمت میکشن و هدف ما هم اینمی است که
بگردیم هر نقطه افغانستان. دوستای گلم بر ما یگان کامنت بگذارین باغ‌های معروف منطقه تان در هر جای افغانستان که است به ما معرفی کنین که ما بریم و ببینیم. و در پلی دو تا درخت زیبای دیگه قرار داریم که اگر خدا جسای بر ما بازم در مورد از درخت ها بگوین. یا اینجا کلش هم یک نوسیل است به نام مالنگ گفته میشه. مالنگ. و چی تعداد به حساب درخت نهال دارین؟ کل از که شما یک جای کاشتین یا تو به حساب غرسش فرق کرده؟ نه به حساب غرس یک وقت غرس کردیم کلش. کل دم یک وقت شده. هر نوسیل داریم دومی دم یک وقت کش. و اینا را تو قلمه شوندیم یا گفتگان تا؟ نه ما خود بیشتر مارس کردیم برای که ما اصلا در نقطه چم کار میکنیم. قریاداری تخم شروع کردیم. تخم سیب خود سیب انداختیم در ریکورد کشاره زحمت کشیم برای 2 سال. در این زمان 2 سال بعد یک سال امسالی که امسال تیرما میکاریمش تا به سال مای سنبوله با پیوان خود برابر میکنه. از پیوان که برابر کرد باز ما پیوان میزنیم، از پیوان باز یک سال دیگه خدمتش میکنیم. قطبش و قدش 2 متر و 1 کیلومتر بالا میشه. بعد از این باز مورد میبینیم برای دوستای خود توضیح میکنیم و با خودم راست میکنیم. واقعا عالی است، واقعا عالی است. حتما این تکنیک زیبا و این کار هنری از آقای صاحب بزرگوار یاد بگیریم. بسیار تشکر از آقای صاحب صدیق. سلامت باشین، مهربانای دل. این لحظات باز هم میخوایم که چند تصویر از زیبایی های باغ برتان نشان بدیم و در ادامه خاطر رفتیم قسمت های دیگی باغ برتان نشان خواهد دادیم. آقای صاحب میگن که اونجا یک شفتالو است که بین خیمی تصویر می باغ هم ببینین. البته می درخت با مزرعه و اینه دوستای گلم شما ببینین که از ساله ما یک 2-3 دانه اینجا شفتالو مانده و یکشون که در دستم است و چند تای دیگه شما میبینین. این شفتالوی قیسی دیگه. شفتالوی ترکی هستی. شفتالوی ترکی. با قیسی چی فرق داره این؟ با قیسی فرق شمی است که پیش میرسه و یک چند وقت بعد. حتما لازم مزه و رنگ هم دیگه تفاوت خود داره. با حساب هم سفید میشه، با حساب رنگ میکشه. زنده باشین. ببین خیلی چند تصویری لحظات ببینین اعضای دل. خاطر رفتیم قسمت های باقی مانده باغ بر شما نشان میدیم. تشکر از اینکه بیننده هستیم. امیدوارم خوشبختی، کامروایی، سلامتی و شادی از تمام افغان‌های عزیز ما و تمام مسلمانان جهان باشه در هر جایی که هستین. دوستای گل و مهربانم تشکر. آقای صاحب ما میگه یگان درختای سنجد هم میبینیم. بله. سنجد تو گفته یگان تا اینجا حاصل میگیرد در ولسوالی شکردره؟ بله حاصلات سنجد بسیار خوش از این نسل دیگه. بسیار چیز خوب، چیز بسیار کم مصرف، یک چیز بسیار بی جنجال. سنجد بسیار می خوبش نشه. جنجالش کم است. بسیار کم است. جنجالی نداره سنجد. خیلی خوب زنده باشین. خیلی ما شما تو قدم زده میریم دیگه. درخت‌ها در مجموع تمامش امی یک درخت است دیگه. فعلا اینایی که در این قسمت است. تشکر ایجا. و یک سوال به حساب تکنیکی پرسان کنیم. شما چطور تشخیص میدین یک موقعیتی که او آب و هوای خوب داره و اونجا میتونه مثلا نهال‌ها خوب تربیت شه و خوب بزرگ شه و خوب ثمر بده؟ از حساب تشخیص کنیم نظر دیگه که ما شما مردم خیلی پسماند هستیم به خاطری که تشخیص زراعت ما جهانی‌ها نیال میشن یا درخت میشن یا گل میشن میرن خاکش لابراتوار میکنن. بله لابراتوار. خاک لابراتوار میگن که همین مطابق همین خاک کدام نوع نیال کامیاب است نتیجه خوش میده. هرچند که افغانستان میبینید خود یک باغ من نیال خود در رقم نیال مثال میوارد راست بریم شام. باز همین سیب که است در نقطه جای خوبتر بالاتر میگه که هوای سرد داشته باشه. خصوصا سیب همین سیبایی که ما شما می‌بینید. سیب در جایی که هوایش کم سردتر باشه و با جای گرم سیب مال سیبای پیدا شده که با نام گلکسی میگن سیب در جای گرم هم نتیجه میده. همین گالا رو گفتیم در جای گرم هم نتیجه میده. درست. مون تا این سیب مالنگ سیب بیروتی یا در جای گرم نتیجه خوبش نداره. هر قدر سرد باشه در اونجا نتیجه خوبش میده. جالب. یعنی فهمیدم دوستای عزیزم که طبعا در کشورهایی که پیشرفته است دیگه اونجا سیستم‌های ماشینری پیشرفت کرده، سیستم‌های زراعت پیشرفت کرده و
مالدار هم هستین اونجا؟ بله مالدار هم. مالدار هم هستین. گفتن تو میتونیم میگن شیر و ماست ان شاء الله دریافت پیدا شه. خیلی خوب خیلی خوب. ولی دوستای گلم قسمت های مختلف باغ ماشاءالله تمامش میوه پر است و زیادتر از این باغ های سیب است و سیبایی که شما تا به حال ندیده بودین. البته تصویرش شاید یگان در اینترنت دیده باشین یا یگان دوستای ما شاید دیده باشن، ولی قسم باغا رو دیگه ما کمتر در وطن دیده بودیم. و آجی صاحب گل گفتن که در مجموع ماشاءالله تقریبا 4 تا باغ دیگه میوه هم دارن که میشه باز آجی صاحب به اون باغای دیگه تا ما یک سر بزنیم به دوستا نشان بدیم. تمامش باغای میوه است. کلش میوه است. میوه است. خیلی خوب. زنده باشین. خود رفتیم قسمت پیشم میبینیم دوستا و تشکر از اینکه تا به حال بیننده ما بودین و بیننده شبکه افغان‌های با فرهنگ بودین. سپاس. تشکر یک جهان است تک تک شما دوستا و اعضای دل. این قسمت یک گل نرم است که همکارا مشکل ساز نشه برشان و تشکر یک جهان. سلامت باشین. از آجی صاحب یک جان تشکری میکنیم. در آخر این سوال پرسان خود کردیم که اگر وطندارای ما خواستن با فامیلایشان، با رفیقایشان، با دوستایشان یگان جوانها به میله یا به اینجا آمدن میتونن به باغ شما ممانعت وجود نداره؟ نه آزادانه میتونن، مشکلاتی نیست. این دوستای گلم اگر خواستین به این باغ حتما بین با فامیلا و دوستایتان حتما مراجعه کنید. و بازم اگر کسی خواست که مثل باغ آجی صاحب صدیق و شما در خانه تان یگان باغ خوب داشته باشین، در قریه و ولایتتان، در شهرتان، حتما با آجی صاحب تماس بگیرین. بازار چشمه دوغ کابل، فارم زراعتی و خدماتی محمد آقا امانزاده. آجی صاحب گل یک جان تشکر از اینکه وقتتان در جریان ما در اختیار ما قرار دادین. وطندار عزیز ما دیدن، بسیار خوشحال شدیم. واقعا خوشحال شدیم از دیدن از این باغ. یک باغ بسیار متفاوت، اما نایاب و یک چیزی بود که ما کمتر دیده بودیم. دیگه گپای شاید باشه، گفتنیای باشه وطندارا و رفیقایتان در خارج از افغانستان، در داخل به دولت عزیز ما اگان پیام اگر دارین میشه کل گیره گفتگان تک مخاطب قرار بدین. خدمت کنه برای وطن ما، برای ملت ما، برای ما دهقان یقین خدمت کنن، کمک کنن، همکاری کنن. وطندارای ما که در خارج از خدا زنده و آرام جور داشته باشن، بیان پس در وطن خود سرمایه‌گذاری در وطن خود کنن، خدمت به وطن خود کنن. اگر در خارج هر چی کنن کدام مفادی برشان نیست، بیان به کشور خود خدمت بکنن. به کشور خود برشان نیست. زنده باشین، بخیر باشین. و بازم میگم از دل اگر خواستین آیسا براتون خدمت کنم و همچنان مشوره هایش نیاز دارین و همچنان مثل از این نهال ها شما هم نهال نیاز داشتین، حتما آدرس آیسا با ما براتون بارهای بار در ویدیو تکرار کردیم و شما رو تماس شما پیش ما است، حتما در اختیارتان قرار خواهد دادیم. تشکر یک جان آیسا بزرگ و سلامت باشین. ممنون از همتان دوستای گلم مهربان. ما باز هم سفر خواهد کردیم به سراسر افغانستان. زیبایی های هر منطقه، هر شهر و هر ولسوالی و هر قریه را میخوایم که از طریق کمره خود به شما نشان بدیم. این بود برنامه امروزی ما که ما از باغ یک از هموطنان عزیز ما در قریه کوچکین در منطقه کاریزمیر و ولسوالی زیبای شکردره به شما نشان دادیم. تا برنامه بعد همتونم به خداوند منان میسپارم. من باز هم خاطر رفتم به دیدار باغ‌های دیگه وطن و این گلشن و این قشنگی هایی که در این نقطه وجود داره. اگر تا به حال چینل ما سابسکرایب نکردین همین لحظه سابسکرایب کنین و کامنت، نظر، لایک بگذارین. تا برنامه بعد، الله نگهدار.